سازمان‌های بین دولت‌های اعضای اهنامی اتلانتیک شمالی و دیگر دولت‌های اشتراکی برنامه شریکی برای صلح درباره مقام پوشان‌های نیروهای این دولت‌ها که 19 یونیو سال 95 در شهر بروسل یعنی قبول کرده شده است و از جمله قرار درباره فرستادن قوشون‌ها نیروها یا قبول قوشون‌ها نیروها موضوع موافقه علاهده بین طرف‌ها و یعنی وظیفه‌دار قرار شده است و موافق سازشنامه مذکور جمهوری تاجیکستان 11 ینوری سال 20 ینوری فوریه 20 فوریه سال 2002 با حجت چارچوبی برنامه شریکی برای صلح شریک شده که میباشد و از این جمله لایحه قانونی مذکور یعنی سازشنامه درباره بین جمهوری تاجیکستان و سازمان اهنامی اتلانتیک شمالی درباره دستگیری کشوری قبول کننده به قوشون‌های نیروهای سرش و هیئت سرش و اوید با ترانزیت قوشون‌های نیروهای سرش و هیئت سرش این 20 اکتبر سال 2004 در شهر دوشنبه از طرف رهبر دولتمان و نماینده سرش یعنی سازمان اهنامی اتلانتیک شمالی به امضا رسیده بود و موافق قبول این سازشنامه قوشون‌های سرش نیروهای سرش و هیئت سرش و اوید با ترانزیت قوشون‌های نیروهای سرش و هیئت سرش اوید گذاشتن از حدود جمهوری تاجیکستان به ریسپوبلیک اسلامی افغانستان و اوید با برگشتن آنها یعنی در اینجا هم قواها هم نیروها هم اون قدرتشونی که در این سال کار میکنند همه آنها به اینوبت گرفته شده است. یعنی از طریق تاجیکستان میگذرن نیروها؟ از طریق تاجیکستان میگذرن. حاضر که اکنون شما میدونید که سال 2014 هم نیروهای و قوشون‌های سازمان اهنامی اتلانتیک شمالی از ریسپوبلیک اسلامی افغانستان یعنی برآمده میروند از حدود جمهوری تاجیکستان موقع شرطنامه مذکور آنها میتوانند که با از روی استفاده راههای هم هوایی هم اتومبیل از جمهوری تاجیکستان عبور نمایند. مشخص است که کدام راه قطعی